الو. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. حضرت میشنو خوبه؟ رحمت سلامت بشه. خیر برکت برنامه است. اگر سوال داشته باشید مرحبا. بله مو پخش مختصر را مستقیما تماشا کرده استونه. جان. سوال داشتم. لبیک. آیا مرد میتواند که صدقه فطر یا که صدقه یا که زکات خود رو با زن خودش بدهد؟ سلامت باشید. خیر برکت. سلام. زکات نی با مادری خود، با پدری خود، با زنی خود، با فرزندی خود. این واجب دینی است که حتی اگر زن ثروتمند هم باشد، واجب مرد است که تامینات اون زن رو بکند. سر و لباس و خانه و خوردن و پوشیدن و تمام ضروریات زندگیش رو، حتی اگر زن میلیونر هم باشد، واجب دینی شوهر است که اون زن رو تامین کند، هم تامینات مادی هم معنوی. لبیک. و زکات با زن درست نیست. لبیک. بله بله. برنامه مستقیم است اگر سوال داشته باشید. مرحبا. اگر شوهر در مهاجرت مهنتی باشد و نفقه اویلا را تامین نکند، زن برای معالجه خود میتواند که قرض بگیرد. برای چیز؟ معالجه خود قرض بگیرد؟ برای زندگی، برای پیشرفت زندگی، برای فرزند قرض بگیرد. فهم. سلامت باشید. تامین نمیکند، در مهاجرت مهنتی هست. زنم باید که وضعیت اون شوهر رو بآموزد، ببیند که واقعا هم کارش خوب است یا کارش ناخوب است. اگر کارش خوب نیست، فعلا خوب نیست، لیکن امید است خوب شود، و قبل از همه از شوهر اجازه پرسد که به خاطری که زندگیم پیش برود یا بیمار هستم، برای معالجه، یعنی برای طباب دارو درمانم مبلغ قرض از نزدیکانم بگیرم یا نگیرم. اگر امکانیت داشته باشد بپرسد. خوب. امکانیت ندارد، در تماس نیست، حتمی باید که بگیرد. و وقتی که قرض میگیرد، حتمی قرآن میگوید که وقتی که شما قرض میگیرید بنویسید، هم قرض دهنده، قرض گیرنده، دو شاهدی دیگر یا چند شاهدی دیگر، همه امضا، تا اینکه زیر شک شبهه قرار نگیرد هیچ طرف. این قرض گرفتگیتون رو سند میکنید. وقتی که شوهر اومد میگید که نه من پول در نبودن که مجبور شدم، که حالا که دیگر خب وظیفه شوهر است که باید تامین کنه زن رو، حالی که تامین نکردی، من مجبور شدم قرض گرفتم، باید که اون شوهر قرض گرفته زن رو باید ادا کند. این واجب دینی اون شوهر است. و درست است که قرض یعنی چیست؟ در حالت ضرورت خب با اجازت شوهر، اگر در تماس باشد. اگر در تماس نباشد به اجازت شوهر، لیکن حتمی باید سند کند. حالا شوهری هستن که ظالم هستن. بعضی مردم بسیار مرده مجیک خسیسی، یعنی نه دشکم میخواد، نه برای فرزندان میخواد، نه برای زن میخواد، هیچ یکون ذره رحم نداره، ظالم است. در این صورت درست است که قرض بگیرد به اجازت او، بعد مراجعت به سود یا که مراجعت به شریعت، یعنی حتمی باید که اون مرد قرض گرفته زن که ضرورت داشت قرض رو بگیرد و اون مرد قرض رو ادا میکند. زن پیش پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم آمد و از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم سوال کرد که فلانی خیلی خسیس است، حالا این برای ضرورت زندگی ما نمیدهد، چیکار کنم؟ یعنی نپرسیده بگیرم یا که همون چیزی که ضرورت داری بگیر، اجازت است. چرا که او خسیس است، مرده است، میمیرد. اگر پول و پیسه اگر بدهد مثل اینکه میمیرد. خب دیگر این زن و او وظیفه‌اش است، وظیفه او را خودش رو اجرا نمیکند، و زن اجازت دارد که از مال شوهر و قدر ضروریش بگیره، به اجازت شوهر بگیرد، حلال است، درست است. یا برای تربیت فرزندان، یا برای خواندن فرزندان، یا برای مواد درسی فرزندان، درست است که به اجازت حتی از مال شوهر به اجازت شوهر گرفته صرف کردن زن در خانه درست است. اما برای یعنی بیرون از ضروریات درست نیست، حرام است، باید که به اجازت نگیرد. یعنی خلاصه برنامه همین است که انسانی که بی‌ننگ و ناموس است، به تفاوت و به پروا هست، پروا نمیکند، هم در زندگی این دنیا و هم در حیات برزخ، هم در روز قیامت، هم در پول صراط، بسیار رنج و درد عذابای سختی میکشد. به خاطر که در این همه، این حیات زیر خاک و حیات قیامت و پول صراط و تو رفتن جنت آسوده برود،
باید که از روی انصاف، از روی عدالت. هیچ انسان ملائکه نیست، هیچ انسان به خطا و به لغزش نیست، چی مرد باشد چی زن، به لغزش نمیشود. هیچ انسان به کمبودی نیست. حالا خودت که به کمبودی نیست، یا زنت رو همچین ملائکه، یعنی نخواه که ببینی و ملائکه نیست. برای همین باید گذشت. حالا عقد نکاح رو در اسلام نام دیگرش رو میدونید چی است؟ عقد گذشت کردن. حالا گذشت میکنید، زندگیتون میرود، فرزندو کلان میشن، مهم است فرزندا رو تربیت کنید، خونتون با برکت میشود. قصر داشته باشید فرزندای بی تربیت نکمترین انسان هستید. خسکپا و خونه عادی و برکه که عادی و ساده هم داشته باشید، فرزندای تربیت کرده و مناسبت اینک با همسر از قصر او بهتر است. اون خسکپا از اون قصر بهتر است. چرا که انسان وقتی که خونهش درآمد، او خونه خود قصر باشد، خود خسکپا باشد، خود برک باشد، خود خیمه باشد، وقتی استقبالش بگیرد همسرش، فرزندان، همه شنود، از اومدنش شد، تمام غم و اندوه و رنج و درد کشیده بیرونش همه رفت میشد، بیرون در میمونه، تمام خشنود، خوشحال، سلامتیش پا برجا مستحکم، سعادتمند، عزتمند. ولی که اگر قصر باشد که در اومدید همه یا با قش قوق در اومدید دوی، هم زنم میگریزد، فرزندم میگریزد. یکی از اسلوب و راهی در زندگی کامیاب شدن با چهره کشاده، پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم دویم با چهره کشاده می در اومدن خونه. تمامی مشکلی سیاسی و دولتی و دیگر تمامی همه را پشت در میگذاشتن. تمام اینجا جای گپا نیست. معامله خاص باید باشد با زن و با همسر و با شوهر، باید معامله خاص انسان داشته باشد. حالا زنی هم که کار میکنه بیرون، بعد دیگه خسته بیاد قش قوقش گرفته دهنش نبروید، خونه‌اش رو تلخ میکند، زندگی رو تلخ میکند، فرزندان رو ناکام و بدبخت میکند. برای چی؟ ما از اول برنامه و چند برنامه دیگر ما دویم میگوییم که یعنی مناسبت زن و شوهر بهتر باید باشد، باید که احترام باشد، باید قدردانی باشد، باید همدیگر رو قدر کنن، باید گذشت کنن، باید همدیگر رو احترام کنن، همدیگر رو دوست بدارن، دوست میدارن بگوین دیگر همه این به خاطر است که در تربیت فرزندان کامیاب شدن. همه این به خاطر که در تربیت فرزند کامیاب شوی. مناسبت نیکت با زنت در تربیت فرزند کامیاب شدن است. خداوند عزوجل همیشه کامیابی و عزت و برکت و سعادت نصیبتون بگرداند. همیشه کامیاب باشید و همیشه این عقل خداوند عزوجل عقل رو داد است که استفاده کنید، از روی عقل زندگی کنید. ولی که وقتی این عقل رو که استفاده نکردید، زیر و خوک این دیگر عقل در کار نمیشه. تمام تو همون چشم پوشیدن این عقل باید استفاده شد. چشم رو که دیگر رو پوشیدن، تمام عقل دیگر در کار نمیشد. عموما اینجا برنامه‌های خاص قطعی میروید. تمام اینجا از این زندگی بالای این خاک که برنامه‌ات باید مطابق و موافق به عقل و فراست و خیرخواهی و خیربینی و یعنی دوراندیشی و خیراندیشی باید زندگیت رو پیش ببری تا اینکه دائم کامیاب و موفق و سربلند سعادتمند باشی. همیشه عزتمند و همیشه سربلند و همیشه خیرخواه نسبت زن و شوهر و همیشه مناسبت نیک و گذشت نسبت همدیگر و دعای خیر و برکت رو هرگز نسبت همدیگر فراموش نکنید. سربلند، موفق، سعادتمند باشید. سلامت باشید.